بسم الله الرحمن الرحیم. و این یکاد الذین کفروا، و نزدیک کسایی که کافر شدند، یعنی حق رو میپوشانند، لیزلقونک بابصارهم، بلغزانند تو رو با چشمهاشون، لما سمعوا ذکر، وقتی این ذکرها رو میشنوند، و یقولون انه مجنون، و میگن این دیوونه است. خب آیا اونا که کافر شدن و حق رو میپوشونن آیا پیامبر رو چشم میزنن میگن به به عجب آیاتی، چشش میزنن؟ خیر. لیزلقونک بابصارهم، میلغزونن تو رو به چشمهاشون، و یقولون انه مجنون، یعنی چشمهاشون رو چیکار میکنن؟ به لغزش در میارن، به حرکت در میارن، میگن وای باز این دیوونه آمد، و به همدیگه اشاره میکنن با چشم. یا این که مثل قدیم زیاد بود سر محله ها میستادن بچه لاتای محل، و هر کی رد میشد با چشم قره نگاش میکردن. یعنی انقدر چشمهاشون خشم داشت که یه نفر ممکن بود که لغزش بده. و لیزلقونک بابصارهم، میلغزونن تو رو با چشمهاشون، و یقولون انه مجنون، و میگن این دیوونه است، اینجا چیکار میکنه؟ و ما هو الا ذکر للعالمین، اینا چیزی نیست جز این که ذکریه برای عالمین، جهانیان. و السلام.